جدید GTA 6 که به تازگی توسط برنامه‌نویس سابق راکستار لو رفته. بریم با هم بررسیش کنیم. قبلش ویدیو رو لایک کن. حالا برنامه‌نویسا و سازنده‌ها برای نشون دادن نمونه کار به کارفرماهای آیندهشون دموی پروژه‌های قبلیشون رو میسازن. اما این برنامه‌نویس سابق راکستار مثل اینکه سهواً چند تا کلیپ از GTA 6 رو داخل نمونه کارش قرار داده بود. GTA 5 ما عادت داشتیم دوچرخه بدزدیم یا مثل اون مرحله مایکل و پسرش بریم لب ساحل و یه دوچرخه کرایه کنیم و کلا سازوکارش این بود سوار دوچرخه شی و بری. اما تو GTA 6 این قضیه فرق کرده و مکانیک و انیمیشناش ارتقا پیدا کردن. یعنی مثلا به جای اینکه فقط بپری رو دوچرخه، کاراکتر شما دوچرخه رو از پای جدا میکنه، میچرخونه و میشینه و بعدش حرکت میکنه. GTA 6 حتی اگه بخوای از دوچرخه پیاده بشی مثل GTA 5 نیست که فقط بپری پایین و تموم. در واقع شخصیتی که تو GTA 6 دارید دو دستی دوچرخه رو به سمت پای هول میده و فقط وقتی سر جاش قرار گرفت رهاش میکنه. اما این همه ماجرا نیست. در واقع تو GTA 5 اگه روی سقف وانت یا ماشین بودید سری میافتادید پایین. ولی تو GTA 6 انیماتور حسابی سنگ تموم گذاشتن. شخصیت شما تو دو مرحله و تو دو انیمیشن جداگونه از سقف ماشین میاد پایین که اونو بسیار واقعی‌تر میکنه. راکستار واقعا این بار شاهکار کرده. بی‌صبرانه منتظرم ببینم چی داخل بازی GTA 6 قراره ببینیم. فقط امیدوارم این بار تأخیر نخوره. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی. تو این پیج راجع به گیم صحبت می‌کنیم، پس حتما فالو کن.